میلیون ها انسان ها زیر خاکند و آرزویشان این است که خداوند جل و علا به آنها فرصتی بدهد که در رکعت نماز بخوانند. خداوند جل و علا به آنها فرصتی بدهد که نیکی و صدقات کنند، اما این فرصت از آنها گرفته شده است. شما این فرصت را دارید، پس این فرصت خود را از دست ندهیم. فرصت های خود را از دست ندهیم. قیمتترین نعمت پروردگار جل و علا برادران عزیزم چی است؟ بعد از خداشناسی این عمر انسان است. این نعمتی هست که اگر ثانیه ای از آن گذشت، دقیقه گذشت، روزی گذشت، سالی گذشت، دیگر بر نمیگردد و روز به روز، ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه به چی نزدیک می شویم؟ به آخر عمر. روز به روز و ساعت به ساعت نزدیک می شویم به ملاقات پروردگار جل و علا و آن چی کردیم و نکردیم نزد پروردگار جل و علا حسابات خواهیم بود. پس عمر خود را ضایع نکنیم.